خیلیامون وقتی که میخوایم شروع کنیم و یه کاری رو انجام بدیم و یا مثلا یک عادتی رو در خودمون به وجود بیاریم به مشکل میخوریم. مثلا میایم تصمیم بگیریم که از امروز یا از فردا شروع کنیم به مطالعه کردن، شروع کنیم به درس خوندن، شروع کنیم به ورزش کردن. ولی خب بعد از یک مدت شکست میخوریم توی این کار، دیگه ادامه نمیدیم، دیگه مطالعه کردن، درس خوندن و ورزش کردن رو ادامه نمیدیم. یکی از دلایل مهمش اینه که تصمیمی که میگیریم رو با یک قدم بزرگ شروع میکنیم. مثلا همون اولش شروع میکنیم به 1 ساعت ورزش کردن، با مثلا ورزش سنگین، با وزنه‌های سنگین، با مثلا تایم بالا. یا مثلا شروع میکنیم به مطالعه کردن با زمان خیلی زیاد، مثلا 1 ساعت و نیم 2 ساعت شروع میکنیم به مطالعه کردن و کتاب‌های سنگین رو شروع میکنیم، مثلا درس سنگینی رو اول شروع میکنیم. این یه کار خیلی اشتباهی هستش. این کار واقعا تصمیم اشتباهیه و باعث میشه که از اون کار دلزده بشیم و دیگه ادامه ندیم. بهترین کار اینه که با زمان کم، با فشار کم شروع کنیم و آروم آروم این فشار، این زمان رو افزایش بدیم. مثلا میتونیم با نیم ساعت مطالعه کردن شروع کنیم، میتونیم با نیم ساعت پیاده روی کردن، یا حالا نیم ساعت هر ورزشی که دوست دارین میتونیم شروع کنیم. حتی مثلا یک سری ورزش‌ها رو با چند تا تکرار باید شروع کنیم. مثلا ورزش شنا، نهایتش شاید مثلا وقتی که ورزشکار حرفه‌ای نیستین با 2 تکرار باید شروع کنیم و حالا مثلا 3 روز بعد 1 تکرار بهش اضافه کنیم یا مثلا 3 تکرار شنا سوئدی بزنیم، نه اینکه از همون اول 10 تکرار بزنیم. این باعث میشه که خسته بشین و فرداش بهونه بیاریم که اون کار رو انجام ندیم. کار از بزرگ بودن اون کار خیلی مهمتره. خیلی مهمه که ما یک کاری رو به صورت مداوم انجام بدیم تا اینکه از همون روز اول به صورت سنگین و حرفه‌ای اون کار رو انجام بدیم. مثلا همین ورزش کردن، اینکه هر روز نیم ساعت پیاده روی کنی خیلی بهتر از اینه که روز اول بری باشگاه و یه وزنه‌هایی رو برداری که بعد چند روز حالا مثلا به مشکل بخوری، ستون فقراتت به مشکل بخوره، یا مثلا انقدر آسیب ببینی که دیگه نتونی ورزش کنی. یا مثلا همون مطالعه کردن، درس خوندن رو اگه بخوام مثال بزنم، اگه از اول نیم ساعت 40 دقیقه با یه درس سبک شروع کنیم به مطالعه کردن، میتونین آروم آروم تایم رو افزایش بدین و آروم آروم درس‌های سنگین، کتاب‌های سنگین رو هم شروع کنین و بخونین. ولی اگه از همون روز اول مثلا برنامه بنویسین 4 ساعت میخوام درس بخونم، واقعا خسته میشین و از فرداش بهونه میارین که این درس رو نخونین، که این کار رو انجام ندین و بعد از یه مدت متوجه میشین که توی انجام کارتون شکست خوردین. ولی اگه از همون اول با نیم ساعت شروع می‌کردید و هر 2 3 روز یه بار، هر چند روز یه بار 15 دقیقه افزایش می‌دادید، می‌دیدید که توی چند روز، نهایتاً توی 1 ماه به چند ساعت مطالعه رسیدید.